نباشید. سلام داداش، خوب هستین؟ سلامت باشی، ممنون، تشکر. شما خوب هستین؟ قربانت. واسه پسرتون انجام دادم. آره پسرم خیلی خوب شده زبونش. چشاش انقدر اینجوری پلک میزد، یعنی الان عالی. خدا ازتون راضی باشه. تشکر واقعا. در خدمتونم دادم. یه دونه استخاره واسه اون خانم میخواستم. بعدن الان کار دارم، ولی پسرتون خوب شده، رضایت داشتیم؟ واسه پسرم؟ آره. عالی. خدا خیرتون بده. به قرآن نمیتونست حرف بزنه. یه مریض میشد نمیتونست حرف بزنه، دستشو میبرد جلوی دهنش، زبونش شیر میکرد، میگفت بابا من میخوام چی بگم آخه نمیتونم. الان از دیروز عالی. فقط تو رو خدا نذار دیگه واسش تلسمینا بنویسن. نه نمیذارم، ولی یه کاری الان این حجاب واسش درست کردم میرسه دستتون، ولی بعدا تماس بگیر واسه استخاره اون زنه، چون الان کار دارم. چشم. هر موقع وقتا رو بگو اون رو زیت زن میزم اون وقت اون ساعت. بانت خدا.